بیننده ارجمند سلام، طاهری سفر هستم و تا کمتر از یک ساعت دیگر برنامه خبری رادیو آزادی رو تقدیم شما میکنم. طور معلوم برنامه هر روز و مثل همیشه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. در وبسایت azadi.org هم میتونید ما رو تماشا کنید. اگر در فیسبوک هستید در اونجا با نام رادیو آزادی صفحه داریم، برنامه رو مستقیم اونجا تماشا کنید، نظر و اندیشه خود رو بنویسید، حتما با اینو بعد میگیریم. در برنامه امروز دایر به نامه کرامت شریپوف، یکی از حامیان حقوق تاجیک، میگوییم که به آزاده رحمان رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان فرستاده است و جواب هم گرفته است. جواب نامه را در برنامه خواهید دید و همین گونه گزارش دیگری داریم درباره آن که وکیلان تاجیکستان قانون را تغییر دادند و اگر شما 30 ساله هستید میتونید نامزدی خود را به مقام رئیس جمهور پیشبری کنید. در جریان برنامه خواهیم گفت چگونه و همین گونه یک گزارش جالبی داریم درباره برف زیاد که برای مهاجران تاجیک البته کار زیاد و هم پول زیاد آورده. چگونه؟ خوب تا یک ساعت دیگر با ما بپیوندید در وبسایت azadi.org و همین گونه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم یک گزارش جالب دیگری داریم درباره یک مسلمانی که عبادتگاه‌های بت پرستان را تعمیر میکند. خوب بدونید در کجا ببینید. آزادی ویدیو در یوتیوب، azadi.org و هم صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.